нони афғонистони дар тоҷикистон ама хеле ноно мекунем. Саховат. Тоҷикистон рафтам. Дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. Ширбини аст не? Чи аст? Кир. Қир? Ҳар дигар гӯшта ҳамаша ба хеле кашиди дигар чӣ кор кунем охиш? Хеле ошхӯрда ҳар рӯз вақт ман меёбам. Бача ира мезани гӯшот меҷимба. برای ما غذا بدون نان خشک هیچ مزه نمیده. فارشتام میکنم. السلام علیکم با تمام مردم افغانستان، تاجیکستان، اهل فارسی زبانان دنیا. امروز من با یک دوست نزدیکم از افغانستان واخوردی کردم و کمی همصحبت شدیم، یک شهر بگشتیم. پس کمی گرسنه موندم و گفتم که بیارم یک شاورمای عربی خوریم. شاورما میگن در بریتانیا، یعنی حال ما در گلاسگو هستیم. پس وای گفت که خوراک عربی چیکاری میکنی؟ رفتیم یک خوراکی با لذتی با مزه افغانستانی بچش. پس بگو چگونه هست. من خیلی خرسند شدم چون که راست گپ خیلی یک 3 سال است که خوراک افغانستانی 3 سال نه 2 سال اشتباه میکنم شد که خوراک افغانستانی خوردگی نیستم. آش پلاو، انا دیگر کباب و دیگر چیزها در یادم آمد. گفتم که آش پلاو افغانستانی خیلی بامزه هست. رفتیم گفتم و حاضر ما میرویم یک رستوران افغانستانی در شهر گلاسگو. امیدوارم خیلی رستوران خوب است و خیلی خوشمزه است. پس با ما بمانید، ما به شما نشون میدیم این گونه چی رستوران است و چی گونه خوراکواری دارن. سلام علیکم دوستم، خوب هستی؟ صحت سلامت هستی؟ سلام شارق جان، تو خودت چه حال داری؟ خوبی؟ خب با من بگو حاضر کجا رفته استیم و چی گونه خوراکی با مزه میخوریم؟ میریم یکی از رستوران های شهر، البته رستوران افغانستانی که تمام غذاهایش به شکل فرهنگ افغانستان آماده میشه که حتما از غذاهایش خوشت خواهد آمد. با تمام غذاهای افغانستانی از جمله قابلی پلو، کباب افغانستان و خیلی از غذاهای ملی و فرهنگی افغانستان است که انشالله از مکان و غذاهایی که خوردی خوشت خواهد آمد و لذت خواهد بردی. انشالله میریم که ببینیم. این حال ما آمدیم و ببینید این همین رستوران است. رستوران کابل رستوران، اوتنتیک افغان کوزین. خیلی با فکرم خوشرو است. این نوشتگی است کابل رستوران در مرکز شهر گلاسگو. ببینید در درآمدش bayrak افغانستان است. من یکم بار اومده استم اینجا. فکرم مزار شریف است با نمیدونم اشتباه نکنم اگر کابل با پرچم افغانستان. خیلی زیبا، خیلی زیبا. اینجا باشد این عکس چی باشد؟ این عکس بامیان، بودای بامیان. جای پرزیدنتی افغانستان باشد، راستش نمیدونم. موسیقی قشنگ افغانستانی موندگی است و ببینید این یک درآمد با من خوندن نمیتونم راست گپ کسی میدوند چی نوشتگی است. اما خوراکای خوشمزه است. با اجازت سلام برده. خوب هستین؟ صحت سلامت؟ یک با فکرم کباب افغانستانی است. کباب افغانی خود ماست. ماشاءالله بسیار همون فیوریت کبابی که هست. اینجا داریم اسپیشال کباب. تیکا کباب میگن شما؟ تیکا کباب میگیم. لام تیکا است. گوشت دوستان. ببخشید شما از افغانستان هستید؟ اسم شما چیست؟ نام که است واصل است. واصل کوهستانی در شهر گلاسگو در رستوران کابل کار میکنم. میشه باعث گارسون بعضی وقتا سر گریل هم میباشم. زنده باشه. خلاصه شما طعم‌های افغانستانی جور میکنید و مردم از سر میکنید و تبسم پیشواز میگیرید، خیر و خوش میکنید. 100% ما گزیم خدمتگار وطن، خدمتگار مردم ما هستیم. اینویژه هر وقتی که آمدن ما خدمتشان میکنیم، قدماشون بالا چشیم. تشکر زیاد برادر، تشکر زیاد. از یک سرگشت کنیم. نمیر خیلی خوشرو موندگی هستن. جای با خیلی
ҷои қашангтар, ҷои зеботар будааст. Агар нафароне бардарон шита худак истодан. Оҳ, ина иҷа ира дигар гап меган. Салом алейкум бардарон, иштиёи том. Ина иҷара бибинед. Ира меган ки ира ба тоҷикия ки мо намедонем як дастархон барои шиштан ҳамин мешинӣ дигар мечаре мехӯрӣ. Хеле қашанг аст. Ман инҷо нав дидастам ба худо ки хеле ба ман писанд омад инҷо. То бардорам оши палов худастам. Оши палов ба кабоб. Оби даҳанам рафтест. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Якин бор аст ки ман дар шаҳри Глазго хӯроки афғонистония хӯрда истодам ва мехӯрем, мезанем, маъқул шавад, боз омода мегирем. Бисмиллаҳ. برای ما غذا بدون نان خشک هیچ مزه نمیده و هیچ اهمیت نداره. Биза барда. ما همیشه با هر چیزی بسم الله. این نان افغانستانی در تاجیکستان ما خیلی نانا میکنیم لیکن نمیدونم با چی میگنشم. خلاصه بسم الله کو. نان تنوری نان خانگی برینه. بله. نان تنوری های. ما اینجا تندور است که همیشه برای هر کسومر یا مشتری که بیاید غذا یا نان تازه پخته میکنن. مثل که این نان تقریبا 5 دقیقه پیش از تندور کشید. اینا میگیری. اینا اینجوری میکنی. تو چی گونه میخرن تو به من نشون تی. فقط میگیری. خب من در خب. اگر خواست یک چتنی یا سوپ ساس هم میزنی. فقط قسم نوشیا. ما برای کباب یک قسم مساله خیلی خاصی دارم در افغانستان. من نمیفهم که از اون مساله است یا نه. او خیلی خوشمزه میکنه کباب. و مرچ سیاه هم نمیفهم شما برای چی میگن مرچ سیاه خیلی مزه دار میکنه. ما را شاشلیک میگیم. بردار خیلی با مزه است. اکسوس نمیدونم چی میشود. اگه اکسوس میبود با خوبتر میشد. اکسوس با فارسی نمیدونم چی میشود. اکسوس کسی ما را میبیند با بگوید اکسوس چی میشود درستی گم نمیدونم. این قابل پلو حداقل نیم ساعت ضرورت دارد تا دم بگیرد و خیلی خود را آماده بکند. و قسمی که میبینیم تازه سر دیگ را باز کرده و اولین خوراکش به ما آورد. خیلی با مزه. نوش جانه. مردم تاجیکستان ما اوش پلو تاجیکی داریم. خیلی با مزه است. اوش شاشلیکش خیلی با مزه است بخدا که. این در اینجا گوشتی بزرگ در زیرش بوده است. و ما به این میگیم مولونگ. مولونگ میگین شما؟ مولونگ بله. ای بچه ایران میزنی گوشت میجیم با. روز مولونگ هم میزنیم بسم الله گفته. من این گونه اوش دوست گپ یک دو سال خوردگی نیستم. ما در شهر دوشنبه استقامت میکنیم. همسایه ما یک چند تا مردم افغانستانی است و همین ایدگردکی هر گونه ایدها مادر من یگان خوراک یا که ایدم نباشد یگان خوراک میپزد. ما با آنها خوراک میبریم، آنها با من میبرن و دوستانی که از افغانستان هستن همین خوراک پلو افغانی میکنن. خیلی با من پسند است. همین چند قای خورم هیچکم سرم باشد با خورده میگیرم و این پلو باشد با من خیلی پسند اومد. بخدا که یا که من خیلی گوشنه هستم یا که خیلی با مزه است. فهمیدیم؟ نه خیلی باید با مزه هم باشه. یا که هر دوش بله. دوری بعدش حتما آشک و منتو را امتحان میکنیم. نمیفهم تا حال اسمش شنیده یا نه؟ منتو؟ منتو. ما منتو میکنیم بچه؟ منتو؟ بله. شاید متفاوت باشه یا نه نمیفهم. ما تاجیکان منتو دوست میداریم. اولی جانو واه
این گوشتی ملایم بوده است ای این ملایم است این گوشت. من گفتم گوشت سخت باشه این ملایم بوده بزا برادر این روز دیگه لازم تو باید نوشیجان کنی ازن. بسم الله اینجا چیز آوردگی هستن بله سلات آوردگی هستن این کو گوشت ببینیم این گوشتی بود دیگه گونه بوده است اون جناب بخدو که خیلی گوشتی ملایم است و فکر مالی یوش هست و سور پختگانش هم یکی از خوشمزه ترین جاهای گوشت مال همین جایش است ما بهش ملوم میگیم. برادر دیگه بنداز. ما میگیریم خاطر نشه ما اشکای ما کو مثل تغییره دیگی سیاه اول و آخر نداره اگر خوراک معقول شد من همش میخورم اینجا خوب کردی که دعوت کردی همینجا بخیرو که نوشیجان تو وقت داشته باشه هر روز دعوتت میکنم. برادر خیلی عشقی ده هر روز وقت من میام همین چیز ما معقول شد مویز کشمش کمی زیادتر با مزه میکنه شیرین‌تر میکنه مثلا دو مواد خیلی اصلی قابل پلو برای ما کشمش و زردک است. دیگه که کشمش و زردک نداشته باشه او هم معیارات قابل پلو پورا نمیکنه. اما رستوران تاجیکستانی شود باز من شما را رستوران تاجیکستانی میبرم حتما اگر نشد خود از اینجا یک رستوران باز کنم. آمین فرشته آمین کنم ولی من دوست دارم همین کاری که الان میکنی و دوستا میبینن ادامه بدی. به نظر من از هر کار دیگه به این کار خیلی خوب وارد هستی و خوب هستی. چگونه کاری یعنی؟ ولاگری، یوتیوبر، ویدیو برادر. ساختن. برادر ما بلاگر نیستیم ما یک مثل تو برین آدمی عادی که یک ویدیو نورو پخش میکنیم امید فرهنگ خود ملت خود ملت دوستی فرهنگ دوستی تاریخ شناسی. خب تو که ویدیو بگیرم این شکل این جرأت و این ظرفیت هر کس نداره از جمله خودم. تو که ویدیو میگیری در تیک تاک یا یوتیوب یا هر شبکه دیگر اپلود میکنی اقسم دوستا را حالشان روزشان خوش میگذرانی این هم خرما هست هم ثواب هم فرهنگ و هویت و حال و هوای خودت و محیط و ماحول و هم زبانانت به مردم به تصویر میکشی و یک پیام مثبت میرسانی و هم شاید از این طرف بتانی یک مقدار برای خود عاید هم داشته باشی و این بهترین راه است و امروزه دنیا روان است به همین سو. امروزها بیشتر از کار فیزیکی بیشتر از کار زوری بازو کار فکری و کار رسانه‌ای بهتر خیلی برام میگیم بهتر و پر عایدتر است به نظر من. اون گپش من حقیش هست برادر من سر کردم روز گپ لیکن من همین خوراک کو ببینیم که خوراک باشه تو آخرش هم میخورم سرم باشیم ولی تو هیچ چیز نخوردی. اما چه هیچ این همه رو من گرفتم تو هیچ نگرفتی. این گم ندارم هیچی نگرفتی. روسا میگن که تی شهیدش درشه بودیش آیسته آیسته رانی راهی دراز روانی پس ما آیسته آیسته حال شما را میگذاریم فهمیدین؟ مثل سنگ پوشتو و خرگوش خرگوش تیز میدوه لیکن تیز قوتش از دست میته سنگ پوشت باشه مایده میروه لیکن به استراحت بله همه جا دا سپید میکنن. حالا اینجا من سنگپوش شدم یا خرگوش؟ تو برادر خرگوش. نه تو اینجا دا شیری نریده اینجا زده استی گوشت کتی همون تو گوشت نخوردی دیگه مجبور من خوردم. هر دیگه گوشت همه شد بخدا کشیدی دیگه چیکار کنیم و خیلی تو هم گرفتی. شوخی میکنیم برادر ما در بین اویده برادر بزرگ داشته باشیم یک
قواوزویی میکنیم گوشت کشی و کشی فهمیدیم سرد سرخان ها نفهمیدم یک یک محبت فامیلی بله بله همین نون کتی خورده استم به نون هم میخورم که نون کتی با مزه تره چی خیلی؟ من گفتم که بدون نان اصلا هیچ چیز من تیم نون کتی خورده استیم همه نبودم شما در تاجیکستان یا مردم میوم تاجیکستان همیشه از قاشق پنجه استفاده میکنن در غذا دست من دستم شوشتگی نیست نه شوشتگی یا ولی لیکن نکه گفتم که کسی با برداشت غلط نکنه بله بله من حاضر نشون میتونم چگونه ما میخوریم اینجا جوی یکون چیز شوشتگی باشه دستم شویم ها اونجا دستشوی است از بین من میام یک بار نشون میتونم فهمیدی؟ برو زود بیا که من خلاص نکنم خلاص نکنم ما در تاجیکستان برادر من نشون میتونم چگونه ما میخوریم اینا خیلی خیلی تقسیم نمیکنیم راستی گپ خیلی یکون چیز نیست لیکن نمی مثلا اوش هست کمی گوشتش هم گیرم اینجا این برادر من خیلی گوشت زیاد خورد ببین اگرین خیلی مشکلی نیست یکون یک لقمه نان هم میگه نون هم باشه نون کتی جمع میکنی بله گوشتش در بلوش میمونی اوه اوه اوه. میخکنی چک چک میزنی فهمیدی میگیری در دستت با میخوری به نون هم مشکلی نیست شتگی هستی دستات شوشتگی همه چی تمیز مشکلی نیست گوشت هم میمونی اینا خواهم گیری خیلی خواهم بسیاری بد گرفتم خلوستان هم خیلی توب میتشه دیدی نغلطی تماش به 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 نوشیان یک قسمی هم لذت مزه غذا چند برابر ای میشه برادر انا دل ما عوض کرد این گناه خوردن در حقیقتا بو مزهش دیگره مزهش چند برابر میشه چی باید خیلی باشه نمیدونم السلام علیکم والا جور بغل نکن خدا بار میکنه به جورش خوبه برادر سیاد سلامت ببشیم بیا برادر یک مرحمت کن نه بیخ برابر که بزرگسالان هم میبینی یک عزت احترام سلام علیک این رسم خوبی توجیک است رسم خوبی رسم خوب انسانیت بله خوراکخوری تمام کردیم چای نوشیدیم کمی چای جوش هم آوردن لیکن این برادر ما گفت که یک چیز دیگه با مزه است خوش لذت هست بیاین نمیرم یک بچشیم من گفتم که برادر امروز چیزی که میبرید ما همیشه روزی هستیم قبول داریم میخوریم و این همین چیزا آوردن راستی گپ با من بگو یکی دو قاشق نوشیجان بکو بعد بگم چیز است در بالاش به فکر مغز است مغز چهارمغز میشه مغز چهارمغز چهارمغز است نه؟ پیستا کتی بله و درنش باشه شیرین است مثل مزه کمه مثل شیر برنج دارد مثل لیکن شیر برنج نیست چی است برادر؟ من یکم برو خیلی خوردگی نیستم با فکرم معمولا در دنیا مردم بعد از غذا خصوصا غذای چرب یک چیز شیرینی نوشیجان میکنن و در کشورهای مختلف شیرینی های مختلفی وجود داره در افغانستان ما بیشتر فرینی داریم بلا فاصله بعد از غذا پیش از جمع شدن دسترخوان فرینی نوشیجان میکنیم و شیربرنج هم داریم که شیربرنج خودش یک نوع غذا حساب میشه یک غذای کامل ولی این هم شیربرنج است بخلو؟ با دانه های خردتر از برنج آه جسمی که خودت گفتی همین شیربرنج است بله این شیربرنج است نه؟ چی است؟ کیر قیر قیر کیر کیر زبای چی کجا پاکستانی در پاکستانی که نمایش مشیر بریم اما شیربرنج میشه ما که من دقیق غلط معرفی نکنم سلام علیکم آقا خوب هستی صحت سلامت ما خوبی زنده باشید برادر امروز اومدیم برادر ما را دعوت کرد اینجا
2 сол аст ки ягон хӯроки афғонистонӣ хӯрдагӣ нестам. Якум бор аст ки инҷо омадам. Хеле ба ман ба ин гуфтам ки ё ки ман хеле гушна ҳастам, ё ки хеле бамаза, ё ки хеле бамаза, ё ки ҳардуш, оё ҳардуш. Ва ба фикрам ин ҳардуш буд. Хӯрока оши палова ба ҳар чи ки сер шудам, нимаша хӯрдам, сер шудам, лекин ҳамаша хӯрдам. Барое ки ман бародар ба гуфтам ки ҳамин хӯроки бамаза бошад, ман ҳаракат мекунам ки то ҳамашро хӯрам. Ва кабобам хеле кабоби бамаза буд. Ташаккури зиёд. Ба ман бигӯед бародар, шумо аз Афғонистон ҳастед? Бале. Аз Афғонистон ҳастам. Аз куҷои Афғонистон ҳастед? Самангоҳ. Ман хеле ҷолиб аст бо ту барои ман. Ту аз Тоҷикистон омадаи. Мен инҷо тоҷика бисёр баъд аз 25 сол дуввум тоҷика дидам. Ба худо? Ба худо. Дар ҳамин ҷо ягон тоҷика дидед? Як дона дигарам аст, кастомари мост. Бо фомил аст инҷо. Дар ҳамин ҷо? Ҳамин ҷо. Дар Глазго? Глазго. Вау! Як дона дигар, як дона аст. Оно ки дид аввалин бор бо ҳамкалом шудам бо ҳамроҳиш. Онам ман шок шудам ки ту Глазго инҷури тоҷикиро мебинӣ. Ман ба худо ки фикр мекард. او به خیالم خیلی وقت است اینجاست. خیلی با بچه با مسلمان و با خدا و با گیرم. 2 دفعه دیدم اینجا، 2-3 دفعه آمده. یک دفعه با فامیلش آمده، دیگه دفعه با اندیوالاش آمده. من فکر میکردم که دیگه در اینجا تاجیکستانی نیست در شهر گلاسگو. در لندن هستن، لیکن در گلاسگو باشه فکر میکردم که نیست در اینجا. یه دونه من دیدم. خب شما تاجیکستان هم میدونید؟ تاجیکستان رفتم. رفتید؟ از اونجا از اون بغل 2001 من اونجا تاجیکستان 6 ماه 1 سال بودم. چی خاطره ها داره در تاجیکستان؟ اونجا یک بازار بود به نام بازار شاه منصور، سلطان کبیر، نه یک بازار سخاوت. بله. بازار سخاوت خیلی قشنگ بود. اون میوه درست میوه قشنگ. عین حال باشد تاجیکستان با قشنگتر زیباتر شدگی است. من نرفتم بازار خیلی شنیدم. خیلی میل دارم که برم. مرحمت برادر، ما چه میگیم تمام مردم افغانستان دوست می‌داریم. اولین بار از دیدم خیلی خوب شد. بعد یک بچه بنده تاجیکی که اینجا می‌بینم خیلی خوش می‌شم. که تاجیکی خیلی زبان خوب قشنگ. تشکر زیاد. ما میگیم دوست باید گرم در آغوش گیر، رسمی خوبی تاجیکان رو گم مکن. ما همین دوست ببینیم در جایی که نباشد یک خورسندی میکنیم، با یک آغوشش میگیریم برای که با در دیگر دولت‌هایی که دور از وطن است هم زبان هم ملت هم فرهنگ با یک نزدیکتر از ما نزدیکتر شد. خوبه. این خیلی کار خوبه، خیلی قشنگه. مردمای اینجا با هم باشیم، همه یک زبانی. تشکر زیاد به شما برادر. یگان پیام به مردم افغانستان، به مردم تاجیکستان داشته باشه، به مردم فارسی زبانان داشته باشه. مرحمت یک پیامتون بگید. همشون جور سلامت باشن، همشون خوش و خوشحال بکنن، با انسانا خوش اخلاق باشن. زنده باشه. در حقیقتا خیلی چیزی گپی سخنی خوب گفته. در دنیا چیزی بدن خوش اخلاق. بله. تشکر زیاد برادر. خانواده باشید. خیلی خوراکی خوشمزه، بولذت. من چه گفتم 2 سال است بود که خوراک ایگونه خوراک افغانستانی آش پلو خوردگی نبودم. با من خیلی پسند اومد. انا مرحمت کنید کسی که در اسکاتلند باشه، مردم افغانستان، مردم تاجیک زبان، فارسی زبان فرق ندارد. تشکر زیاد به مردم افغانستان، به دوستی من که ما رو امروز دعوت کرد اینجا. خیلی پسند اومد. انا همین دیگر تا بازدید. السلام علیکم.